مهمان عزیز من دکتر طاهری در این حال در آسایشگاه دکتر طاهری در ناحیه عینی دهی پتکین مثلا بسیار وقت غذای خودم من میپزم برای بیماران غذا از گیاهای شفابخش. حالا اینجا اگر ببینید دیگه این کروب میکردن میتونی گیرید. این سه برگه میانزی مونتران است. باقلا، روبیو، سیاه علف، خوری گزنده انا همین خصوصی تفاوت دارد. باید مردم تاجیک آشو کبابخوری با غذاهای تفاوتی بزنند. خود همین غذا 10 روز اگر شما همراه خورده استید همه بیماری‌ها نشده میره. همش از نادرست خوراکی میره. برای بعضی آدم‌ها فکر می‌کنن یک روز 3 شیخ شاشله خوردن، کباب خوردن، مشکل دم کردن. همین سبب بیماری‌های زیاد و مرگ برمحل می‌گردد. برای همین ما در اینجا کورس‌های تکمیل اختصاص تأسیس کردیم. کورس‌های گیاه‌درمانی، سوزن درمانی، ماس و پسیکوتراپی یعنی روانشناسی. برای همین کسایی که میخواهد عمر دراز بینند مرحبا بیتا کورس‌های ما گذارید، عمر برید، یاد گیرید. این سبب سالمی و دراز عمری شما می‌گردد. سلامت و سربلند باشید، 100 ساله شوید. من اینجا یاردمچوی من شاگردو خوش دولت امروز کورس‌های گیاهشناسی گذاشتیم از ترمیز و سفر محمد از خراسان. اینا من یاردمچی تیار میکنم. من اینا میآموزونم با چیکار خوراک‌ها تیار کردن خود با وقتی کشیدن بالا شد از کبودی‌های اضافه کرده قطع گندیده. سلامت و سربلند باشید. همه تو اشتهای ناز.